9 نشانه مردی که به ما علاقه داره. شاید در مطالب روانشناسی نکته‌هایی خونده باشین که از روی زبان بدن و حرکات یه نفر میشه فهمید که به ما علاقه داره یا نه. در این ویدیو ما میخوایم نکات دیگه ای رو بگیم که شاید در اطرافیان دیده باشین اما دقت نکردین که نشونه ای از علاقه مرد به شماست. پس در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. البته قبلش دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. شماره 1. مهارت‌ها و توانمندی‌هاش رو بهتون نشون میده. برای حل مسائلی که توش مهارت داره پیش قدم میشه. ممکنه شما رو به محیط کارش یا برنامه‌های مرتبط با اون دعوت کنه. مثلا نمایشگاه یا رویدادی که از طرف شرکتش برگزار شده یا هر جایی که روابط و جایگاه ویژه‌ای داره و از شما دعوت میکنه که حضور داشته باشید تا با حوزه قدرت و توانمندی‌هاش بیشتر آشنا بشید. شماره 2. در جمع حواسش بیشتر به شماست. در صحبت‌های جمعی با نظرات شما موافقه و شاید در مقابل دیگران ازتون دفاع هم بکنه. به حرفا و رفتاراتون بیشتر از بقیه توجه میکنه. ممکنه حرفی بزنید و حتی خودتون یادتون بره، اما اون آقا بعد مدت‌ها بازگو کنه و از توجهش شگفت زده بشید. شماره 3. کنجکاوه، آمارتون رو در میاره. در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی پیگیرتونه و در پرسجو از آشنایان و اطرافیان تلاش میکنه تا شناخت بیشتری از شما پیدا کنه. شماره 4 که فکر میکنم بارزترین ویژگی باشه، به تیپش بیشتر میرسه. در جایی که شما حضور دارین یا قرار همدیگر رو ببینین، بیشتر از معمول به خودش میرسه. مثلا لباس تمیز و مرتب میپوشه، عطر جذاب میزنه، صورتش رو اصلاح میکنه، کفشاشو برق میندازه. شماره 5 باعث خنده و شادی شماست. تلاش میکنه با حرفها و رفتاراش لبخند رو روی لب شما بیاره و کاری انجام بده که خوشحالتون کنه. شماره 6 به دنبال نقاط مشترکه. اتفاق یا موضوعی که پیش میاد سر صحبت رو باز میکنه و در صحبت‌های شما به دنبال نقاط مشترک و تفاهم. شماره 7 اهداف و برنامه‌هاشو مطرح میکنه. به بهانه‌های مختلف شما رو در جریان برنامه‌ها و اهداف کوتاه مدت یا بلند مدتش قرار میده و اگه نظری برای تغییرش داشته باشید سعی میکنه اونو اجرا کنه. شماره 8 ویژگی‌های مردونش پررنگ تره. در حضور شما خصلت‌های مردونش رو بیشتر جلوه میده، مثل قامت برافراشته، صلابت، صدای کلفت. و آخرین شماره یعنی شماره 9 حس حمایتگری داره. به نیازها و خواسته های شما توجه بیشتری داره و برای رفعش تلاش میکنه. ممکنه در جمع شما بگید که احساس تشنگی میکنید، میره و برای کل جمع آب معدنی میگیره. و اگر جایی نیاز به کمک داشته باشید، معمولاً اولین نفره که داوطلب میشه. دونستن و توجه به این ویژگی ها کمک میکنه بیشتر به آدم های اطرافتون حواستون باشه و موارد خوب رو برای ادامه رابطه انتخاب کنید. در ویدئوهای بعدی به مرور تکنیک هایی رو خواهیم گفت که به کمک اونها میتونید فرد مورد علاقتون رو جذب کنید و وارد رابطه بشید. برای دیدن ویدئوهای بعدی کانال ما رو سابسکرایب و به دوستانتون معرفی کنید.